در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. تاریخ افغانستان چون کوه یخی است که قسمت اعظم آن در بحر فرو رفته است. عرض سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز و مشترکین در برنامه بسیار عظیم خوب آموزنده علمی، سیاسی، ادبی، فرهنگی. تحت هر شرایطی جهاد نباید واقع میشد. حتی کودتای خلقی ها نباید میشد، کودتای داود خان نباید میشد. رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها با نام و یاد خدای بزرگ. تاریخ افغانستان چون کوه یخی است که قسمت اعظم آن در بحر فرو رفته است. هرچی به زمان فعلی نزدیکتر می شویم، این فرو رفتگی و ابهام بیشتر می شود. امروز 22 اسد 1404 و 13 آگوست 2025 است. برنامه ما اختصاص دارد به یکی از همین موارد: جهاد ملی یا جنگ نیابتی. به طور عمده دو دیدگاه در مورد جهاد افغانستان مطرح است. معجزه قرن 20، عرصه شجاعت و فداکاری ملت افغانستان. مسلمین شکست مخالفین جهاد را فتح الفتوح خواندند و آزادگان جهان آن را باعث شکست امپراتوری شر و فساد می دانند. مخالفین جهاد آن را جنگ نیابتی می دانند و استناد و تکیهشان به کتاب خاموش مجاهد جنرال حمیدگل و جنگ اشباح استیکول نویسنده امریکایی است. و صد البته که مستندات دولت مخالف جهاد نیز کم نیست. برنامه امروز ما تلاشی است در جهت روشن شدن همین موضوع. آنچه مسلم است این که هر چقدر این نظرات نزدیکتر شود، گامی به سوی صلح و دوستی عدالت محور در سراسر افغانستان. ما با اجازه همه دوستا امروز برنامه را با دکتر صاحب فخرالنساء فیضانی شروع میکنیم. عرض سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز و مشترکین در برنامه بسیار عظیم خوب آموزنده علمی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و افتخار دارم که امروز یک تاپیک بسیار عمده را شما مطرح کردین که تاپیک سر موضوع جهاد ملت افغانستان که تقریبا حال 50 سال از او میگذره و هنوز هم که هنوز است ملت افغانستان در فقر و بیچارگی و بدبختی و سیاه روزی دست و پنجه نرم میکنن و غرق هستن. متاسفانه تا حال راه نجات پیدا نکردن. جهاد کلمه بسیار مقدس است و اگر ما در تاریخ معاصر افغانستان ببینیم دمی 50 ساله که تقریبا 47 سال پیش ما حرکت خودجوش ملی را ملت افغانستان شروع کرد در مقابل استیلای قدرت استعماری سوپر امپریالیسم روس. در اونجا مسئله این نبود که ما باید با کمک دیگران جهاد بکنیم و جهاد ما شکل نیابتی بگیره. ملت افغانستان تا جایی که من در وقتا طفل بودم، هنوز جوان نشده بودم، به اساس یک عقیده و آرمان بسیار مقدس که اون ناشی از احساسات و عقاید پاک خالصانه خودشان بود قیام کردن در مقابل اندیشه های باطل سوسیال امپریالیسم روس که اونا مردم افغانستان اونا رو به حیث این فلسفه رو به حیث فلسفه الهادی میخواندن و تا جایی که خود ما هم شاهد هستیم در مکاتب با مجردی که کودتای 7 ثور شد، مضامین دینی قبلا هم چندان پر رنگ نبود در مکاتب. خب بعد از کودتای 7 ثور آیسته آیسته رنگ مسائل دینی و تاریخی رنگ خود از دست داد و در تمام مکاتب مضامین الهادی که در فلسفه مارکسیسم بود تدریس می شد. کارهایی که حکومتی های حزب خلق پرچم بعد از کودتای 7 ثور کردن، این خودش احساسات مردم برانگیخت تا جایی که خود ما شما تاریخ زنده هستیم به قول نویسنده کتاب ویکتور هوگو که ما خود ما
تاریخ زنده هستیم، دیدیم که بر ما چی گذشت. با مجرد که کودتای 7 ثور شد، یک فضای اختناق و به حساب ترس و رعب حاکم شد که هیچ کس اجازه نداشت کمترین حرفی در مقابل نظامی که حاکم شده بود بزنه. و اینا اتو فضا را مختنق ساخته بودن که حتی اعتماد در بین خانواده ها از بین، به این معنی که زن و شوهر، برادر خواهر بالای که دیگه خود اعتماد نداشتن. هزارها هزار انسان میدیدین که بدون کمترین گناه با مجرد ازی که میفهمیدن که اینا یا از گذشته معلومات داشتن یا در جریان چی فکر میکردن که وطن ماست، خانه ماست، ما اجازه داریم صحبت بکنیم، با مجردی که یک کلمه حتی در شأنشان هم نمیگفتم که در دلم اینا نفرت میداشتن، اینا زندانی میشدن، کشته میشدن و مفقود الاثر میشدن. از خانه که برده بود باز دیگه صاحب اهل عیال و اولادشان اصلا معلومات میتونستن پیدا کنن که کجا است. و ما در برنامه‌های قبلی هم گفته بودم آزاد نبودن، در داخل زندان بودن، به شمول پدرم که زندانی سیاسی بود، از درون زندان گم شد. روزی نبود در وقت در مکتب بودم که یک همصنفی ما با چشم پر اشک نبیه و بگویه که یا برادرم یا پدرم یا کاکایم یا مامایم فلانی زندانیشت، بردنش، ما نمیفهمیم کجا بود. ریاست اقصا و که پسان به نام کامپ و بعد از او باز به نام دستگاه خاد مشهور شد، اینا جلادخانه و قصابخانه ملت افغانستان بودن که وقتی کس در اوجا میرفت با آسانی باز برآمدن نمیتونست. مخصوصا ریاست اقصا که سال اول دوران ترکی و حفیظ الامین به حساب دمار از روزگار مردم افغانستان کشته بود و قرار قول خود دفتر سازمان ملل و خود نظام الدین تهذیب که در او وقت به حساب رئیس شورای انقلابی نبود، عضو شورای انقلابی بود و رئیس دفتر عرایض مردم افغانستان بود، ما و هزارهای دیگه مثل ما عریضه برده بودن که راجع به سرنوشت پدرها و مربوطینشان پرسان بکنن. اونا یک بانه میکردن حفیظ الامین 1 میلیون انسان کشته، در او جمله نفرهای شما است. خب که کشته نظر به کدام حداقل اسنادشون برمانشان بدین که متاسفانه هیچ اسناد نداشتن. بنان گپ پس دوباره میارم سر این مسئله که مردم افغانستان به اساس یک عقیده پاک و سوچه که معلومات راجع به جهاد نداشتن، فقط اینما قدر میفهمیدن که این فلسفه که در حاکم شده، این نظامی که حاکم شده، این نظام الهادی است و اولادای ما رو به طرف کفر و الهاد میبره. و از طرف دیگه فضای مختنقی که بود اینا را مجبور ساخته بود که در مقابل از این نظام استاد شوند. و این البته که کشورهای استعماری دیگه مثل امریکا و کشورهای عربی از احساسات پاک ملت افغانستان استفاده کردن، نه در داخل افغانستان بلکه در بیرون گروپ‌های جهادی که برآمدن و چی در ایران رفتن چی در پاکستان رفتن، به تو فکر میشد که ملت افغانستان که اینا از ما نمایندگی میکنه، در صورتی که اونا را در اونجا متاسفانه قدرت‌های استعماری تانسته بود که به دلار و به کلدار و به اینا معتاد بسازه و ملت افغانستان امو ارزش‌هایی را که از جهاد انتظار داشت که به دست بیاره که متاسفانه او را نتونست به دست بیاره. و بعد از 14 سال که با روسا و با نظام الهادی ملت افغانستان جنگید، بعد از اینکه قدرت به آقای صبغت الله مجددی مرحوم داده شد و ملت فکر میکرد که آله دیگه سر زخمهای ما مرهم گذاشته میشه، که متاسفانه این مرهم نه تنها که مرهم گذاشته نشد و مرهم نبود، بلکه بر زخم ناسور افغانستان یک تیزاب دیگه هم پاشیده شد و ملت متفرق افغانستان هنوز متفرق تر شد. بنابراین من فکر میکنم که جهاد ملت افغانستان به اساس ایمان و عقیده و صفای قلبشان بود که متاسفانه چون رهبری سلیم نداشت، چون با قول حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که از جهاد اکبر، از جهاد اصغر به جهاد اکبر رهبرایش مراجعه نکرده بود و نفس خود نشناخته بودن، متاسفانه که جهاد محصولش برباد رفت و ملت افغانستان بجای ازی که بر سکوی خوشبختی و سعادت بشینه و بر زخمهای خونچکانی که از نظام مزدور و چاکرمنش روس بجا مانده بود، بر از او مرهم گذاشته شود که متاسفانه او مرهم گذاشته نشد و ملت افغانستان در زخمهای بیشتر خونین دیگه را در جنگ داخلی بین احزاب جهادی و که از دو طرف ایران و پاکستان آمده بودن
شاهد بودند که هزاران کشته داد. تمام سرمایه های ملی افغانستان برباد رفت. فابریکاها و محصولاتی که بساب در داخل وطن ما داشتیم، حتی به شمول پوهنتون ها که من خودم فاکولته طب خود رفتم دیدم، گریانم گرفت که او میکروسکوپ و او سامان و لوازمی را که ما در فاکولته استفاده میکردیم در روی سرک در کارته 4 به فروش میرسید به 100 افغانی 500 افغانی و مرا اشک میریخت. صنفاره که من میدم کلش سوراخ شده بود، مثل بساب غار موشواره، از یک صنف به دیگه صنف اینا چی کشیده بود، بساب دالیس کشیده بودن که میرفتن در جریان جنگ. ارزش های فرهنگی افغانستان، ملت افغان، بساب ارزش های مادی و معنوی افغانستان برباد رفت. وقتی که ما به خاطر سابق بساب تحصیلی خود رفتیم، من شاهد بودم که امی دفاتر فاکولته طب افغانستان بساب به شناختن همیشد و از امی اسناد شاگردا، از درسایشان، از ورقای امتحانشان، از اسناد اداریشان به حیث مواد سوخت در بخاری های چوبی که مانده بودن استفاده میکردن. اینجا است که آدم میایه به ای که متاسفانه جهاد ملت افغانستان اونطور که شاید باید شناخته نشد و چون سطح آگاهی ملت افغانستان آگاه بالا نبود، نه از مسائل دینی نه از مسائل دنیوی و فقط بر روی احساسات اینا قیام کرده بودن. حضرت علامه سید فیضانی پدر من میگه که مبارزین 3 رقم است: مبارزین احساساتی، مبارزین ضرورتی و مبارزین علمی و عملی. متاسفانه در افغانستان جهاد به اساس احساسات بود و به اساس ضرورت بود، چرا که فضای اختناق بر ملت افغانستان یک پیام داده بود که ما باید هرچی میشه باید یک کار بکنیم، امیر نظام باید از بین بره. و چون رهبرای سلیم نبود که تربیه معنوی بکنه و اصل خودشناسی و خداشناسی را برای ملت بیاموزه که جهاد اصلی و اساسی است که تو نفس اماره بشناسی و جلو خواسته های اما بود که رهبرای جهاد وقتی که آمدن با نفسهای اماره خود به جای از این که بگوین خیر است بیاین آل کار به اهل کار میسپاریم، مثل که یک از صحبت‌ها را شنیدم که آقای ربانی میگفت که من که وقتی قدرت بگیرم میرم به طرف پوهنتون اونجا استاد میشم و برای آقای حکمتیار گفته بود خودتون برو فاکولته خلاص کو. با متاسفانه که امی کار اینا در عمل نکردن و وقتی که رفتن آبروی جهاد و مجاهدین و او ملت را که 2 میلیون شهید داده بود، هزارها آواره داده بود، همیشه برباد کردن و ثمره جهاد در جیب او کسای افتاد که اونا شایستهش نبود نه و ملت افغانستان به قهقرا سوق داده شد که تا امروز هم که امروز است میبینیم که به نام جهاد و شریعت و این و آن دشمنای اسلام با آبروی اسلام بازی کردن و ملت افغانستان به نقطه رساندن که امروز علیه بالله اکثریت زنای افغان بگوید که ما دیگر هرچی نام دین و دینداری است از کلش بیزار هستیم و میخواهیم که به یک نقطه بریم که هیچ اسم از دین نباشه. ما صحبت خود در اینجا ختم میکنم. امیدوار هستم که صحبت پراگنده ما باعث زیای وقت شما نشده باشه. بسیار تشکر دکتر صاحب بزرگوار، 4 صحبت‌های عالی، چشم دیدای خود بیان کردین و مرام به یاد امو خاطرات انداختین. بسیار تشکر. خب یک نفر اینجا خوب کمربسته ضد جهاد داریم، آقای علوی هستیم. بفرمایید آقای علوی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. صحبت‌های دکتر صاحب فخرالنساء به حد جالب بود که همون صحبت‌هایی را که ما می‌خواستیم بکنیم ایشان تمام کرد. مطلب این است که ما در افغانستان بنا به دلایل عقب ماندگی عمومی اصلا آمادگی برای یک جهاد با این بزرگی را نداشتیم، چون رهبری تربیت نشده بود، چون ذهنیت مردم به او حد نرسیده بود که بتواند ارزش‌های بالای جهاد را درک کنه و مخصوصا جنبه‌های انسانی اش را. بیشتر به جنبه‌های تکلیفی و دینی توجه کردند بدون آگاهی سیاسی، بدون آگاهی انسانی و آگاهی جنبی. منظورم از جنبی جنبه‌های انسانیه. چگونه حکومت تشکیل بدن بعد از جهاد و بعد از تخریب چی باید بکنن، این کارا نبود، اصلا کادرسازی نشده بود. ناگهان بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ حزب سیاسی. یک کلمه فکر میکنم اشتباه آمد، ما میخوایم امور توضیح بتین. گفتین بعد از جهاد و تخریب، یعنی جهاد و تخریب 2 کلمه مترادفه یا اشتباهاً شما فرمودین؟ اما اشتباه نکردم، جهاد دیگه تخریب هست. اول کسایی که جهاد میکنن تخریب میکنن،
اما انقلابات هم کلمه برعکسش میشه برعکس کردن، واژگون کردن و سرنگون کردن. اینال جهاد هم باز مفهومش هم از نظر عینی هم از نظر ذهنی واقعا تخریب دیگه که در افغانستان واقع شد. هیچ برنامه وجود نداشت که بعد از جهاد و بعد از تخریب چی کاری باید بکنن که بازسازی کنن و یک نظام جدیدی، یک حکومت و سیستم جدید روی کار بیارن. اصلا اینا در ذهنیت مردم و رهبران ما هیچ وجود نداشت. پس با نتیجه میگیریم که ما اصلا نیازی به جهاد نداشتیم و آمادگی برای جهاد هم نداشتیم. یعنی دو نکته است: مردم افغانستان نه آمادگی برای جهاد داشت نه نیازی به جهاد داشت. واقعا تحت هر شرایطی جهاد نباید واقع میشد. حتی کودتای خلقی ها نباید میشد، کودتای داود خان نباید میشد، چون اصلا مردم افغانستان آمادگی برای حرکت های بزرگ سیاسی رو نداشتن و همین حالا ندارن. واقعا یعنی میالی هم که 50 سال از اون دوران ها گذشته و مردم اینقدر تجربه کردن و درس خواندن و خارج رفتن، مهاجرت کردن، مردم های دیگر را دیدن، زحمت هایی که بسیار زیاد کشیدن، بازم اینمی مردم افغانستان تا هنوز آمادگی برای یک کار بزرگ سیاسی و ملی را ندارن. ما نتیجه از این در انتخابات ریاست جمهوری دوره جمهوریت میدیدیم، مشارکت مردم چقدر بود، بعد نحوه رای دادن و گزینش مردم چه رقم بود. اینا همش دلیل بر ضعف و عقب ماندگی جامعه است. اصلا انقلاب جهاد در افغانستان درست یک ذهنیت مختصری مردم را رشد داد ولی واقعا باعث رشد عمومی هم نشد. این است که ما میگیم اصلا این انقلاب و این جهاد نباید میشد، این کودتای خلق و کودتای داود هم نباید میشد. ما اصلا آمادگی برای نظام جمهوریت نداریم. ضمن این که ما آمادگی برای جهاد نداشتیم چون برنامه‌های برای بعد از جهاد نبود. همینطوری عقب ماندگی و ضعف عمومی جامعه باعث شد که ما چشم بسته وارد میدان‌های می نشویم که هیچ از او اطلاع نداریم. این است که من اصلا باورم این است که مردم افغانستان نه نیازی به جهاد داشت نه آمادگی برای جهاد و انقلاب داشت. حتی عرض کردم، بارهایی را من تکرار کردم که مردم افغانستان حتی آمادگی برای یک نظام جمهوری را هم ندارد. چرا؟ برای که نظام جمهوری احزاب فراگیر و قوی و با برنامه میخواهد. نظام جمهوریت جامعه مدنی قوی میخواهد. نظام جمهوریت مردم آماده میخواهد. نظام جمهوریت یک ملت میخواهد و ما هیچ یکی از اینا رو در افغانستان نداریم. ما در افغانستان ملت نداریم، قوم داریم. ما در افغانستان احزاب فراگیر نداریم. همین که نام حزب شد بلافاصله حزب قومی میشه. ما در افغانستان جامعه مدنی نداریم. یک نامی از جامعه مدنی بود در دوره جمهوریت که اونا همهشون پروژه بگیر بودن. یعنی جامعه افغانستانی، جامعه مدنی افغانستان در اصل جمهوریت همی دوره 20 سال کلا اینا پروژه بگیرای سفارت‌های خارجی بودن. پس بنابراین ما این چیزا رو نداریم، بنابراین آمادگی برای یک نظام جمهوریت هم نداریم. همین حالا هم اگر کسی واقعا بخواد حرف از جمهوریت بزنه، ما آمادگی نداریم برای جمهوریت، چون احزاب سیاسی نداریم. احزاب سیاسی منظور احزاب فراگیر نداریم. اگر حزب به وجود بیاد قومی میشه. ما حتی الان کسایی که حرف از فدرال میزنن، ما آمادگی برای فدرال هم نداریم، چون اگر به محض گپ از فدرال بزنیم به فرض فدرال عملی هم شود، بلافاصله فدرالی قومی میشه. ما آمادگی یعنی بلافاصله اینمی فدرالی قومی قدم‌های بعدی یعنی مبنای میشود برای جنگ‌های قبیله‌ای برای ابدالآباد، جنگ‌های قومی برای ابدالآباد. دلیلش این است که علوی صاحب، بله، معذرت میخوایم از شما یک سوال کنیم. شما روحانی هستین و تحقیقاتی که هم انجام دادن مبتنی به قرآن کریم است. یک سوال خیلی کلانی است که شما چطور جهاد مترادف با ویرانگری میدانین، در حالی که جهاد از ماده جهد و کوشش است و جهادی که در تاریخ اسلام ما و شما داریم تا زمان حضرت رسول گرامی اسلام همه تدافعی بوده و این جهاد افغانستان هم تدافعی بود. شما میگین ضرورت نداشت. ضرورت بود یا نبود؟ مردم مجبور شد که از جان خود دفاع کنن. اینو شما یک توضیح در مورد کلمه جهاد از نظر اسلام لطف کنین. بازی که فدرالی و اینا فعلا ما توانش نداریم. اینا فرمایشاتش کاملا درسته ولی از موضوع جهاد بیرون است. اگر دمی دو برنامه که امروز ضبط میکنیم ما موضوع جهاد ختم کنیم، بعد از او با سر از گپام میریم.
معذرت که صحبت شما قطع کردم. بسیار جالب. ما میخواستم این فدرالی رو با عنوان یک مثال بزنیم، یعنی بگیم که جامعه ما اینقدر عقب مانده و پراکنده و متشتته که هر نوع حرکت بزرگ منجر به دور شدن اقوام و جامعه و قشره های جامعه از همدیگه میشه. ما میخواستیم این رو بگیم. و جهاد از نظر شرعی و حکمی همونطور که شما فرمودین، ما دو نوع جهاد داریم. یکی جهاد ابتدایی که حمله میکنن برای گرفتن سرزمین یا برای مقابله و مقاتله با کفار یا به هر دلیل دیگر غنایم. یکی جهاد دفاعی است که جهاد دفاعی اون زمان شکل میگیره که شما خودتون مورد حمله قرار بگیرید، چی دینتون، ایمانتون، وطنتون، کشورتون مورد حمله قرار بگیره. اون وقت شما مجبور میشوید که در برابر از اون با اندکترین وسایل ابتدایی هم که شده باشد جهاد کنین. ولی در افغانستان من امی حالت هم با وجود نیامده بود. گمون میکنم یک اشتباه در اینجا شده. تون روی های خلق و پرچم عجله داشتن برای تغییرات هرچی سریعتر. یعنی جامعه افغانی اونقدر عقب مانده بود نسبت به جامعه جهانی و از کاروان جهان اونقدر دور و جدا و منفک افتاده بود که خلقیا و پرچمیا میخواستن یک شبه این جامعه را از قرن 13 بندازن به قرن 20 پرتاب و نشد. چون رویه های اونا باعث عکس العمل مردم شد. این جنبه سیاسی داشت، جنبه مذهبی و دینی داشت و مسائل قومی و سیاسی هم داشت. انفجار شد به هر صورت که دلایل زیادی داشت. امی جهاد افغانستان شما نمیتوانید در یک قالب تنها دینی بررسی بکنید. امی با قول روشنفکران مولتی فاکتوریال بوده، یعنی چند تک علتی نیست. امی جهادی که در افغانستان شد، امیر ما حتی نمیتوانیم یک جهاد دفاعی ابتدایی از نظر شرعی در چارچوب شریعت تعریف کنیم، بلکه ما امیر میتوانیم یک قیام کوری بی برنامه بدون هیچ هدف، هیچ برنامه بعدی نداشتن تعریف بکنیم که مردم مجبور شدن یا مردم واقعا یک عده آدمای فرصت طلب ملهم از ایران، ملهم از پاکستان تابع شرایط و جو انقلابی که در ایران به وجود آمده بود و دخالت‌های پاکستان، غرب، همه مجموعه عوامل در افغانستان یک شورش کوری را انداخت که در ابتدا البته رگه های مقدس هم داشت که دفاع از عقیده و دفاع از سرزمین و دفاع از ناموس و هر اونچه که مال و اصلاحات ارضی و این اون مجموعه عوامل. ولی در اینجا همه نقش پاکستان و نقش ایران و نقش غرب در همون ابتدا هم وجود دارد، چون جریان اخوانی واقعا هم وابسته به پاکستان بودن و جریان های شیعی هم نگاهشان به ایران بود. انقلاب ایران تازه به پیروزی رسیده بود. اینا میخواستن همو قدرت طلبی ها و جانفشانی هایی که مثلا هوس هایی که در ایران روحانیون ایران برای به قدرت رسیدن داشتن، همو هوس ها در افغانستان هم گل کرده بود، چون روحانیونی که در نجف و در قم تحصیل کرده بودن اینها دیگه فیلشون هوای هندوستان کرد. اما قدرتی که روحانیون در ایران به دست گرفتن، اینا هم هوس کردن که در افغانستان هم قدرت را به دست بگیرن. این دلایل هست. ما امیر حتی نمیتوانیم یک جهادی مقدسی دفاعی تعریف کنیم، بلکه در کلیتش یک شورش عوامی، شورش عمومی بود با سوء استفاده از، یعنی موج سواری یک عده افرادی که وابسته به ایران و پاکستان بودن. این شورش بسیار به سرعت به دست گرفتن، مهار بر موج سوار شدن و جهاد را بردن، تبدیل کردن بنا به همین فرمایشی که شما گفتین به یک جنگ نیابتی که توسط غرب با پول عربی، با لاویگری غربی و با تحریکات از پاکستان و ایران رهبرسازی شد. رهبرها سوار بر امواج شدن، لیاقت رهبری نداشتن، برنامه برای رهبری نداشتن. اما جهادی که اگر یک نطفه ها و یک رگه های مقدسی هم شما برایش بگیرید، در نظر بگیرید، در قدم های بعدی رفت به سوی ابتذال، رفت به سوی تخریب و تبدیل شد به جنایات بزرگ ملی. عرض من همین. تمام. بسیار تشکر صاحب. من فکر میکنم شما در اون زمان نبودن صاحب. مردم افغانستان به معنی واقعی کلمه مجبور شد. من شهود از کابل و از آرژات دارم، چشم دیدار من
ولی چون مجری هستم از گفتن از او پرهیز میکنم. البته این نظر من نیست که جهاد ملی یا جنگ نیابتی. ما به عنوان مجری رعایت حال کردیم و را آوردیم. ما همیشه بسیار به تریبونای کلان از جهاد دفاع کردیم. امروز دکتر صاحب لقمان اگه می بود که مجری می بود، باز ما قد شما باز بحث میکردم علوی صاحب بزرگوار. ولی تشکر از شما. احمدی صاحب دست بالا کردین، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما به اصطلاح در جمع کوچکی که هستیم افرادای نسبی ورزیده افغانستان هستیم. نفرهایی بودیم که احساسهای پراگنده داشتیم و از دین مبین اسلام مخصوصا از قرآن عظیم الشان فهمی که باید داشته باشیم نداشتیم. در قرآن عظیم الشان میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما ترسو نباشین، سست نباشین، شما بهترین هستین اگر ایمان به خدا من داشته باشین. و وقتی که ما زندگی پیامبر عظیم الشان ما را میبینیم، ببینید که ایشان روی یک برنامه کار میکردن. در هر جامعه که ببینی انسان ها به برنامگی و رسم و رواج های منفی انسان نابود میکنه. من همیشه میگم خب اینمی مثلا رادیو کتاب به برداشت من یک جمع بسیار بارزش است. اگر ما امی کله های خدا کلش به اصطلاح به اساس قرآن با مشوره یک جای کنیم، یک فهرست برای طول 1 سال یا 2 سال بتیم، اون رقم که جناب آقای علوی گفت خوی مثلا ببینید که در قرآن میگه که شما اگر مسابقه در خیرات بکنید باعث پیشرفت شما میشه. کار ما مسلمان ها فعلا در پراگندگی هست. وقتی که حضرت پیامبر محمد گفت قولوا لا اله الا الله، یعنی کل این پراگندگی ها را شما نفی کنید، الله را جایش بگذارید تا که به طرف فلاح و رستگاری برین. اگه در مورد جهاد فرمایشی دارین بفرمایین، اگر نه ما که در دیگه کس بسپاریم. در رابطه با جهاد افغانستان، یعنی ما که از بیرون دیدیم و بسیار کم، حدود 1-3 ماه از آلمان رفته بودیم داخل افغانستان، ولی همیشه با ارتباط بودیم با 8 گروهی که در ایران بود، 7 گروهی که در پاکستان بود. متوجه هستین؟ و در داخل افغانستان که شما می رفتین چقدر مجاهدین والا مقام و گمنام بود و هستن و اونا هیچ وقت اجرشان نابود نمیشن. و در این قسمت من برای شما عزیزان بارها گفتم که خود کشورهای استعماری به هیچ صورت اجازه نمیداد که افغانستان در کنار جمهوری اسلامی ایران، همونطور که اونا بر علیه امریکا پیروز شد، افغانستان که بر علیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی پیروز شد، یک روحی دیگه در جهان میداد، جهان در یک زلزله می آورد. و اون از برکت اون جهاد بود که ترکمنستان و ازبکستان و آلمان شرق و چکسلواکیا و یا آزاد شد. اگر در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی شکست نمیخورد، هیچ گورباچوف سر قدرت نمیومد، هیچ یلسین سر قدرت نمیومد. اما در پالوی از این باید ما، همین گپ مرا گرچه تکراری میشه و بعض وقتا تکرار احسن مهم است، که کشورهای غربی 1 ماه وقتی که جناب صبغت الله مجددی در افغانستان بود و هنوز جنگ نشده بود، این در آلمان هر روز انتظار داشت که چی وقت جنگ در میگیره، چون نفرایشون در تمام احزاب بود، هست و خواهد بود. و ما باید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا را که اول مثلا شیعه و سنی با هم همیشه تقارب داشته باشن، شیعه با شیعه ها، اقوام با اقوام. و وقتی که ما سیستم فدرالی رو ما هیچ شرط نداشته باشیم اگر ما پنجشیری هستیم یا هزاره هستیم یا پشتون هستیم، کلش گلهای باغ افغانستان هست، کلش برای من خوب ارزش است. و همین جهاد به شکل منظم به اشتراک بده، خیلی عالی است.
بسیار تشکر صاحب. عادلی صاحب بفرمایید. عرض سلام و احترام ارادت دارم حضور همه بزرگواران. انشالله که استفاده بتانیم از فرمایشات چون ما انتظار داشتیم که جناب آقای انجینیر صاحب احمدی در رابطه با فرمایشات آقای علوی ممکن نکات را یادآوری کنه. متاسفانه همین قدری که از نظم و برنامه گفته میشه خارج از موضوع صحبت میشه. من میرم روی اصل مطلب. در رابطه با فرمایشات جناب آقای علوی عرض کنم که جناب آقای استاد علوی با او که با متون اسلامی آشنایی داره میخوایم عرض کنم مردم افغانستان نباید ملامت کنیم. میره واقعا یک مقدار اگر فکر کنیم و این ملامتگی کاری درست نیست. و باورهای دینی مردم نباید تعرض کنیم بگیم اینا کاری مثلا تخریب کارانه بوده و تخریب در ردیف تخریبگرا قرار بدیم. بله قضیه کودتا اینا میشه. مثلا شما در خانه خود نشسته با زن اولادت حمله میشه، شما نشستین شما رو میبره بدون هیچ دلیلی. حالا یک روحانی رو ببره، گرچه روحانی به عنوان مدیر اجتماعی گناهی نداشتن، محاکمه صورت نگرفته برایش، میبره از خانهشی. وقتی او رو میبرد در زندان، حتی بعضی کسا رو ما میدانیم دیگه که اطفال خوردشان میبره، از یک خانواده چندین نفر هم میبره و حتی بقال سر کوچه هم میبره. اینا که نه در سیاست بودن نه در مسائل اجتماعی و یا مسائل فرهنگی، یک آدمی مظلومی بیچاره. یا مثلا همین قبرهای دست جمعی را که گورای دست جمعی را ما شما مشاهده کنیم، این همه مدیرای اجتماعی که رفتن. یعنی این واقعا میشه نامشه تخریب بگذاریم. تخریب کردن مفهوم جهاد بر خلاف نص صریح قرآن کریم است، بر خلاف اعتقادات عمیق مردم مسلمانه. همین کسایی که کشته شده، مدیرای اجتماعی که زندان شدن، جرمش مسلمان بودن دیگه، هیچ جرم. شما بیاین بگین فلانی را دو سه تا مثال بزنین، مستاقش بیارین بگین فلان مدیر اجتماعی را که بردن، فلان شخصیت بردن، فلان قاری قرآن بردن، فلان دکاندار برده. اینمینا یعنی برای امنیت کشور تهدید میکردن. در متون اسلامی درسته جهاد دو بخش میشه. یک جهاد ابتدایی که البته ما در اعتقادات در منابع شیعه داریم که به فرمان معصوم میشه، هیچ کسی دیگه حق نداره جهاد ابتدایی رو داشته باشه. این برای گسترش حق و رفع موانع دعوت الهی اینا صورت میگیره که کار هر کسی هم نیست و کار مشکله. مورد دوم جهاد دفاعی است. جهاد دفاعی کی است؟ در برابر تجاوز دشمن، برای حفظ دین، جانش، مالش، ناموسش. یک کسی مسلمان باور داشته باشه جناب آقای علوی، ما طفل بودم، خرد بودم، یادم است در همون منطقه بیسود که ما بودیم، جناب استاد محسنی بلده یک دشت به نام دشت لادو میگه، شب مردم عادی، مردم بسیار مظلوم و بیچاره خانه های خود ترک میکردن، حیوانات خود با خود میبردن. در یک دشتی بود اونجا غارای بود و سنگای کلان کلان، زیر صخره ها خود قایم میکردن. تیاران میامد بمباران میکرد، میزد بی جهت و بناحق مردم میزد. ای کاش یک جبهه جنگی را مورد تجاوز قرار میداد. یا مثلا در شهرها ما میبینیم که از خانه هایشان میبردن مردم، حتی یک رادیو رو گوش نمیتانستن. امینا چی گناهی داره که ما بیایم باز امینا رو ملامت کنیم؟ امینا که برای حفظ دین خود، برای حفظ جان خود تازه دفاع هم نمیتونست. نمی قضایا رو به نظر من همین مورد جهاد دفاعی که در برابر دشمنه نمی را نباید ما بیایم با این صراحت مردم ملامت کنیم. مردم افغانستان در دههای اخیر در یک عمل انجام شده من میگم قرار گرفته. او فرق میکنه. شما بیاین کودتای داوود خان مثال بزنید، کودتای هفت ثور مثال بزنید و بعدش این مردمی که یه همه کشته شده، یه همه تلفات داده، یه همه زنش، بچه، طفل، همه بیرحمانه کشته شدن. بعد نام تخریب به اینا گذاشته شد. یک تجاوز آشکار بود، هزاران نفر بیگناه کشته شد. باورهای دینی مردم
آشکارا هدف حمله قرار گرفت، تخریب شد خانه های مردم. در اینمی طور یک شرایط اینمی مردم مجبور بود که دفاع کنه. شما اگر در اینمی خانه تان حمله کنه کسی توان دفاع نداشته باشی، اما فرمایش پیامبر اسلام که میگه هم ظالم به جهنم میره هم مظلوم. ظالم چرا؟ خب ظلم میکنه. مظلوم چرا؟ مظلوم چون اینمی زمینه ظلم فراهم میکنه. بله حقیقت اینمیه که جهاد افغانستان بعد از مدت متاسفانه از مسیر خود منحرف شد. ما در این رابطه ما خودم یک از منتقدین هستیم. جهاد افغانستان میگیم از مسیر خود منحرف شد. متاسفانه معاملات پنهانی قرار گرفت. انحرافات بیشتر هم ناشی از دخالت قدرت‌های خارجی، همسایه‌های ناجوان نامردی که ما داشتیم. ولی اصل فریضه را ما نمیشه که محکوم کنیم و ملامت. در این بین نقش کشورهای همسایه بسیار تعیین کننده بود در انحراف. بعض از کشورهای دوردست هم که کمک‌هایی داشتن و همکاری‌هایی داشتن، اینا هم اهداف خود داشتن. مخصوصا بعداً پروژه آمریکایی ها شد به خاطری که رقیب شرقی خود از افغانستان بیرون کنه. استفاده زیاد کردن از صداقت مردم، از اخلاص مردم، ولی مسیر جهاد از وحدت، استقلال متاسفانه به سوی چند دستگی و وابستگی سوق دادن. با اینمی حال نباید فراموش کنیم که اصل جهاد در افغانستان دفاع مقدس مردم در برابر اشغال بوده، در برابر تجاوز بوده. این امر مطابق قرآن، مطابق سنت، یک موضوع مشروع و لازم بوده. تحریفی واقعیت نه تنها به انصافی در حق یک ملت، بلکه نوعی به اعتنایی به حکم روشن الهی محسوب میشه. من فکر میکنم که اگر جناب استاد علوی تجدید نظر کنه و اگر میایه ایرادم میگیره، انتقادم میگیره، بله بعضی جنایت و خیانت خیلی از سران احزاب قابل بخشیدن نیست و واقعا به اسلام، به دین، به ارزش ها، به باورهای مردم، به اعتقادات مردم از همه بالاتر خونهایی را ریختاندن که اینا دیگه همونطور که میگه که حق الله را خدا میبخشه، ولی از حق الناس خود خدا گفته که ما ذره عقب نشینی نمیکنیم و او حق مردم است. در این قسمت اینا هیچ دلیل نداره، متاسفانه محکوم ملامت. ولی این که مردم مظلوم بیچاره آمدن مورد هجوم قرار گرفتن، چون صحبت ما طولانی نشه، ما نباید بیاییم مثلا ما بیاییم. ما یک وقتی 24,000 من خودم قبول نداشتم در هرات، گرچه من رفتم در اونجا قبرستانی از اینا در یک دره دیدم، کفش‌ها دیدم و لباس‌ها دیدم، بیچاره‌ها را که برده بودم اونجا. ولی ما یک دو سه تا از این محققین و از جمله بعضی از کسایی که محققین خارجی بودند که اینا بسیار با احتیاط در این رابطه میدانم که تحقیق میکنه. ما حتی بعضی از آمارا دیدیم که بالای 30,000 جمعیت بوده. ما 24,000 تا چند سال قبل قبول نداشتم و در عقلم جور نمید. ولی بعضی خاطرهایی که شنیدیم، بله رفتن در یک جاده برگبار بسته کردن، از هوا زدن، شفاخانه ها رو زدن، مکتب ها رو زدن، خانه های مردم زدن، بسیار کشتار شدن. حالا اگر جنگ نظامی می بود در مقابلش هم نظامی، بله، ولی خب مردمی به دفاع کشته شده. عرض ما تمام میبخشید، ما اتفاقا در نظر نداشتم که اسباب زحمت چه، میخواستم که تا آخر شنونده باشیم. عذر ما رو بپذیرید. خیلی لطف کردین عادل صاحب بزرگوار، خیلی فرمایشات خوب بود. فروتن صاحب چیزی نوشته کردین، اگر خواهش کنم فرمایشات خدا بگوین چطور صاحب که. تشکر. ما چون در صحبت‌های عزیزا بسیاری صحبت‌هایش نبودم، نه وقت دیر آمدم از بیرون و ما میخواستم راجع به صحبت‌های جناب علوی صاحب بزرگوار در مورد جهاد که چی معنا داره، به شکل ذاتی یک فرد چی مسئولیت داره و اطلاقش به فرد و اطلاقش به جمع چی هست و چرا در افغانستان
به انحراف کشانده شده و عوامل انحرافش چی بوده؟ میخواستم که امیر اگر لطف کنند برای ما بگویند. سلامات. بسیار تشکر. خب علوی صاحب میتونین به صورت مختصر سوالات فروتن صاحب جواب بتین که باز در مرحله دوم بریم؟ بله. خب بار دیگر سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. قبل از اینکه من جواب آقای فروتن را بدهم میخوام یک جنبندی از فرمایش آقای عادلی در یک کلمه کنم. آقای عادلی مسئله را از دید عاطفی نگاه میکنه که اینقدر آدم کشته شد، حیف شد، واقعا اینقدر یتیم شد، اینقدر مردم بدبخت. و ما میگیم این جنبه های عاطفی قضیه که تو دلت به کشته ها بسوزه یک گپ است، نتایجی که اون کشته ها و عاقبت کار برای کشور و ملت آورد ما به نتیجه کار داریم. نه این مسئله عموما مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و تاریخی را کس با مبنای عاطفی تحلیل نمیکنه. آقای عادلی اونجا که میفرماید تنها جنبه عاطفی و دلسوزی به کشتگان. خب کشته شدن، اشتباه کردن، نباید اشتباه میکردن که کشته هم نمیشدن. خب یک مطلب عذر میخوایم، مقتولین اشتباه کردن یا قاتلین اشتباه کردن؟ ملت در مجموع اشتباه کرد، قاتل و مقتول اشتباه کرد. اینجا دیگه واقعا یک از مواردی است که بگیم قاتل و مقتول کلاهما فی النار یا کلاهما در اشتباه. جناب آقای علیوی، طفل، زن، اینا چی اشتباه کنه؟ این بوده که زندگی میکنه در خانه خود مورد هجوم قرار بگیره. بازم من عرض مرا تایید میکنید آقای عادلی وقتی من میگم شما جنبه های عاطفی قضیه را، همه فرمایشات شما از منظر عاطفیه نه از منظر نتیجه. بیایید نتیجه گرایی بکنیم در خب یک مطلب علوی صاحب حضرت میخوایم همین نتیجه را ما وقتی میتونیم نتیجه گیری کنیم که بحث هر دو جانب گوش کنیم. درسته؟ بله. شما چند نکته را کاملا ندیده گرفتین. اولا فتوای جهاد در دوران ترکی صادر شد، هم از طرف الازهر هم از طرف انجمن شیعیان لبنان. شما در هر مقام علمی که باشین از اونا که بالاتر نیستین، با تمام احترام به حکمت یگانه و وی آزاداندیشی شماست. دوما در افغانستان فکر میکنم نبودن کسایی که بوده اختناق به حدی بود که کلگی در مرگ خود راضی شده. اکرم عثمان خو میشناسین صاحب؟ بله. اکرم عثمان کسی است که با امو حزب خیلی سازگاری کرد. خاطرات خود تحت عنوان کوچه ما نوشته که در 2 جلد قطور است. در اونجا نوشته میکنه که اگر حزب دموکراتیک خلق و این کودتا مردم مجبور نمیکرد، مردم لوده نبود که خود با توپ و تفنگ درگیر. هیچ جنبه عاطفی نداره. من میگم امو 2 چی را بخوانین شما بعد از او. حالی چون وقت 50 دقیقه شده به اجازه تون من یک مؤخره میگم، اما برنامه بعدی را شما سوالات فروتن صاحب شروع کنین که انشالله یک بحث سجمو خوب داشته باشه. با اجازه همه بیننده های گرامی، تشکر از حوصله شما که با ما هستین. میبینین مباحث مؤدبانه پیش میره اما قضایا بسیار حاد و داغه. من باب مثال وقتی ما جهاد افغانستان با کودتای 7 ثور مقایسه میکنیم، اینجا نشان میده که رادیو کتاب با آزادی بیان ما و ما به عنوان مجری امی آزادی بیان مراعات میکنم تا بتانیم از هر دو جناح، از نظر ما کسایی که اینجا تشریف داره عالما و دانشمندایی است که بی‌طرفی را رعایت میکنه، عالمانه گپ میزنه، ولی این مباحث وقتی کاملا روشن میشه که از هر دو جناح، هم جهادیا هم طرفدارای کودتای حزب دموکراتیک خلق تشریف بیارن در این بحثا اشتراک کنه تا بتانیم یکی از زوایای تاریخ افغانستان روشن کنیم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.